تا حالا شده حس کنید که انگار تو گذشته گیر کردید، که استرس دیگه افسار زندگیتون رو دستش گرفته؟ امروز میخوایم بریم سراغ کارهای فوق‌العاده دکتر جو دیسپنزا و ببینیم علم پشت این قضیه چیه و مهمتر از اون چطور میشه مغز رو از نو سیم کشی کرد تا برای همیشه آزاد بشیم. خب آماده اید؟ بزن بریم. خب ریشه اصلی این حس گیر افتادن چیه واقعاً؟ شاید باورتون نشه، ولی ما میتونیم به معنای واقعی کلمه به احساسات منفیمون معتاد بشیم. بله، درست شنیدید، معتاد. بذارید ببینیم ابعاد این مشکل چقدر بزرگه. این عدد رو ببینید، 75 تا 90%. این یعنی چی؟ یعنی توی دنیای غرب از هر 10 نفری که میرن پیش دکتر، حدود 8-9 نفرشون به خاطر استرس‌های عاطفی یا روانی اونجان. این آمار واقعاً تکون دهنده است و نشون میده که قضیه خیلی جدی‌تر از چند روز حال بد داشتنه. رسماً یه اپیدمیه. اما نکته اصلی اینه. مشکل اون اتفاق بیرونی که باعث استرس میشه نیست. مشکل اینجاست که بدن ما به اون هجوم مواد شیمیایی که موقع استرس ترشح میشه، همون کورتیزول و آدرنالین عادت میکنه. یعنی رسماً به خود حس استرس معتاد میشیم. به این میگن اعتیاد عاطفی. یعنی چی؟ یعنی بدن شما انقدر به یه حس، مثلا استرس یا خشم یا ترس عادت کرده که ناخودآگاه دنبالش میگرده. بعد از مشکلات زندگی استفاده میکنه تا اون دوز شیمیایی همیشگیشو بگیره. برای همینه که گاهی وقتا میبینیم توی شغل پر استرس یا یه رابطه سخت موندیم، چون بدنمون به اون حس اضطراب دائمی عادت کرده و دنبالشه. خب حالا این اعتیاد به استرس چطور ما رو توی یه چرخه بی‌پایان نگه می‌داره؟ جواب توی رابطه ما با گذشتمونه. ما عملاً توی تله خاطرات خودمون گیر می‌کنیم. نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. ببینید، یه اتفاق بد شاید یک بار افتاده باشه، ولی ما اون حس رو روزی 50-100 بار تو ذهنمون زندگی می‌کنیم. اون اتفاق یه خاطره توی مغزه، ولی برای بدن ما تبدیل به یه حالت وجودی دائمی میشه. چرا؟ چون بدن ما فرق بین واقعیت و خاطره رو نمیفهمه. وقتی شما به یه خاطره تلخ فکر میکنید، بدن دقیقاً همون مواد شیمیایی استرسا رو تولید میکنه. انگار اون اتفاق داره همین الان بارها و بارها تکرار میشه. این جمله دکتر جو دیسپنزا فوق‌العاده است. خاطره بدون بار عاطفی خرد نامیده می شود. ببینید راه حل رایج چیه؟ اینکه هی بریم گذشته رو تحلیل کنیم و شخم بزنیم. اما دیسپنزا میگه این کار فقط اون مدارهای قدیمی مغز رو قوی‌تر میکنه. نکته اصلی اینه. برای اینکه واقعاً از گذشته عبور کنیم، باید از اون بار عاطفی که بهش چسبیده فراتر بریم. خب، اگه تحلیل کردن گذشته جواب نمیده، پس چی جواب میده؟ خوشبختانه یه راه حل عملی وجود داره. دیسپنزا یه فرایند کاملا مشخص برای تغییر پیشنهاد میکنه. بیایید با هم مراحلش رو ببینیم. همه چیز با مرحله اول شروع میشه. آگاهی. یعنی چی؟ یعنی حواستون به افکار، عادتها و احساسات اتوماتیکتون باشه. همونایی که شما رو در نقش آدم قدیمی نگه میدارن. مرحله دوم، ارتقاء احساساته. یعنی آگاهانه تصمیم بگیرید که حسایی مثل کینه یا ترس رو کنار بذارید و جاشون رو با احساسات سطح بالاتری مثل قدردانی یا محبت پر کنید. و مرحله سوم اینه که بدن رو به زمان حال بیارید. با استفاده از این حس جدید به بدنتون سیگنال میدید که هی، گذشته تموم شد، ما الان در امانیم. اینجاش خیلی جالبه. وقتی شما احساسات مثبتی مثل قدردانی رو تمرین می‌کنید، ضربان قلبتون به معنای واقعی کلمه منظم‌تر و هماهنگ‌تر میشه. به این پدیده میگن انسجام قلبی. این انسجام قلبی یه سیگنال خیلی قوی به مغز میفرسته و بهش میگه خطر رفع شده، ما در امانیم. و این کار انگار که دکمه ریست رو برای سیستم عاطفی شما فشار میده. خب، حالا که از تعریف شدن توسط گذشته آزاد شدیم، وقتشه که آگاهانه آینده خودمون رو طراحی کنیم. اینجاست که کار خلاقانه و هیجان انگیز میشه، ساختن یه من جدید. این سوال اساس کاره. آیا میتونید به بدنتون یاد بدید که حس یه آینده جدید قبل از اینکه واقعا اتفاق بیفته چطوریه؟ فکرشو بکنید. به جای اینکه منتظر موفقیت باشید تا حس قدرت کنید یا منتظر شفا باشید تا حس سلامتی کنید، شما اول از همه اون حس رو در خودتون ایجاد میکنید. به این فرایند میگن تمرین ذهنی.
چطوریه؟ اول تصمیم میگیرید میخواید چه کسی باشید. بعد به این فکر میکنید که عظمت و بزرگی چه شکلیه. تصور میکنید توی موقعیت‌های مختلف چطور رفتار میکنید. و از همه مهمتر، احساس اون آینده رو همین الان تجربه میکنید. و این کار رو اونقدر تکرار میکنید تا براتون اتوماتیک بشه. با این کار شما دارید یک علت ایجاد میکنید، نه اینکه منتظر معلول باشید. و اینجاست که اون اتفاق جادویی میفته. وقتی شما حس کنید که آینده‌تون همین الان اتفاق افتاده، دیگه دنبالش نمیگردید. شما از حالت خواستن که از کمبود میاد به حالت بودن که از حس کامل بودن میاد شیفت میکنید. و وقتی از این جایگاه عمل میکنید، ناخودآگاه فرصت‌هایی رو به سمت خودتون جذب میکنید که قبلاً اصلاً نمیدیدیدش. خب، نتیجه نهایی همه این فرایند چیه؟ هدفی نیست که گذشته رو پاک کنیم، اصلا نمیشه. هدف اینه که اون رو به چیز دیگه‌ای تبدیل کنیم. و اینجاست که به اون تعریف زیبا میرسیم. خرد یعنی خاطره بدون بار عاطفی. این مقصده. شما فراموش نمی‌کنید چی شده، ولی اون خاطره دیگه بیولوژی و احساسات شما رو کنترل نمی‌کنه. شما از اون تجربه خرد و دانایی رو استخراج کردید و حالا انرژیتون آزاده تا صرف یه ماجراجویی جدید بشه. پس حرف آخرینه، تغییر فقط یه چیز ممکن نیست، یه مهارته که میشه یادش گرفت. با هدایت آگاهانه توجه و احساساتتون شما واقعاً میتونید خودتون رو از نو بسازید. و این ما رو میرسونه به یک سوال نهایی خیلی قدرتمند. اگه شما دیگه با گذشته‌تون تعریف نمیشید، پس انتخاب میکنید که چه کسی باشید.